بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه وطيب ثراه میگویند که وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، و این چنین الله سبحانه و تعالی خود را در قرآن کریم وصف کرده است. از جمله آن وصف ها الله تعالی میگوید که و هذا کتاب انزلناه مبارک، و این کتاب مبارک است، یعنی قرآن کریم. انزلناه، ما قرآن را نازل کردیم. یکی از صفت های قرآن این است که قرآن را الله تعالی نازل کرده است. نازل کردن یعنی از بالا میشد. الله تعالی نازل کرد. مبارکون، دویم وصف قرآن این است که قرآن مبارک است. قرآن به برکه است. هرچی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. قرآن مبارک است. حرفهایش، ثوابش، عمل کردن به قرآن، علم قرآن، همش مبارک است. و هذا اشاره، و هذا کتاب، یکی از صفتهای قرآن این است که کتاب است، یعنی جمع شده است در آن مسئله های زیاد. انزلناه، ما این قرآن را نازل کردیم. در صحبت گذشته آیت های را ذکر کردند که اثبات صفت کلام الله تعالی بود. آن آیت ها دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی گپ میزند، و در این آیت ها اثبات میکنند که این سخنهای الله تعالی از جمله قرآن از آسمان نازل شده است، از بالا نازل شده است. کتاب انزلناه، ما این کتاب را نازل کردیم. نازل کردن از بالا به پایان می شود. این دو دلالت دارد. یکم دلالت این است که قرآن سخن الله تعالی هست و قرآن نوشته مخلوق نیست، قرآن نازل شده هست. دویمش این که الله تعالی در آسمان است، برای اینکه قرآن از پیش الله تعالی نازل شد. الله تعالی قرآن را گفت، جبریل شنید، آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانید. بنابراین قول صحابه ها و تابعین و امام های تبع تابعین و امام های مسلمان ها این است که جبریل حقیقتا قرآن را از الله تعالی شنوید، آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را از جبریل شنیدند، جبریل از الله تعالی شنوید. این از عقیده اهل سنت و الجماعت. انزلناه، ما قرآن را نازل کردیم. مبارکون، این دومین وصف قرآن که قرآن کتاب مبارک است. در آیت دیگری گفتن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر ما این قرآن را به کوه نازل میکردیم، تو کوه را پاره پاره میدیدی. کوه خاک میشد. کوهی که سخت است، اینقدر با قوت است، کوهی صلابت است، یعنی سخت و شدید است، کوه میبینی پاره پاره میشد. بعضی مفسرها میگن که اگر قرآن را ما به کوه نازل کنیم و کوه فهم میداشت یا عقل میداشت و میفهمید، پاره پاره میشد. پس چی جای این که انسان قرآن را میفهمد و انسان مانند کوه سخت نیست، و علل خصوص قلب انسان ملایم است و قلب انسان قرآن را میفهمد. قرآن را الله تعالی به یک زبان نازل کرد که فهمیدنش به هر کی امکانیت هست میتواند در یک ماه، در 2 ماه خواندن و نوشتن زبان عربی را تعلیم گیرد و فهمد. که بعض علما مانند شیخ الاسلام میگویند که هر مسلمان باید زبان عربی را داند. ما اگر این قرآن را به کوه نازل میکردیم، هر آینه تو کوه را پاره پاره میدیدی از ترس از الله. وقتی که این معنای این کلام را میشنود، میترسد و پاره پاره میشد کوه.
یعنی این قرآن بزرگ است. قرآن سخن عادی و ساده نیست. کوه پاره میشه، معناش بزرگ است. حتی الله تعالی میگه که ما همین گونه ضرب المثل ها میزنیم تا اینکه مردم فهمن. این آیت دلالت میکند که قرآن نازل شده است. اگر ما قرآن به آدم نه به کوه نازل میکردیم گفت، یعنی الله تعالی قرآن رو نازل کرد. این دلالت میکند که قرآن منزل است، یعنی نازل شده است. بافته و نوشته کسی نیست. قرآن مؤلف ندارد. و بعضی مردم روس زبان و بعضی کافرها قرآن خواندند از ترجمه هاش، بعد اعتراض بیان میکنند که با گفته است که افتار قرآن، مؤلف قرآن، نویسنده قرآن گفته گپ میزنند. نویسنده قرآن اشاره میکند که این قرآن نویسنده ندارد. این قرآن نازل شده است از جانب الله تعالی. این مانند دیگر کتاب ها نیست. آیت دیگری و اذا بدلنا آیة مکان آیة والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. خب در این آیت الله تعالی میگوید که وقتی که ما به جای یک آیت دیگری را نازل کنیم، بدلنا تبدیل دهیم، یک آیتی را به مکانش آیت دیگر نازل کنیم، یعنی یک آیت را الله تعالی منسوخ کند به دیگر آیت دیگر نازل کند. مثلا در ابتدای شریعت عرق حرام نبود. الله تعالی فقط گفت که به نماز در حالت مستی نآیید گفت. ببینید تدریجا آمد. الله تعالی گفت که به نماز در حالت مستی نبیایید. عرب ها وقتی نماز بامداد عرق نمیخوردن، وقتی پیشین عرق نمیخوردن، وقتی عصر هم عرق نمیخوردن، برای آنکه از کار نو آمدگی هستن یا عالی آمده ایستادیان. شام میخوردن. الله تعالی گفت که به نماز در حالت مستی نآیید گفت. مجبورن که عرب ها وقتی شام عرق نخورن دیگه، خفتن هم دیگه نخورن. میگن که خیلی خفتن هم خونیم بعد میخوریم. لیکن وقتی که خفتن که تمام شد دیگه خواباشون غلبه میکرد. حضرت عایشه میگن که اگر اولین آیت ها عرق حرام است و زنا حرام است نازل میشد، مردم اسلام قبول نمیکردن. الله تعالی اول در قلب آنها معرفت الله، معرفت قیامت، بزرگی شریعت جایگیر کرد. عقیده 13 سال نازل شد. سپس وقتی که به مدینه آمدن بعد عرق حرام شد. وقتی که آیت حرام شوی عرق نازل شد، فهل انتم منتهون، الله تعالی گفت که مگر شما باز می ایستید از نوشیدن عرق؟ صحابه ها چی گفتن؟ انتهینا ربنا انتهینا، ایستادیم پروردگار ما ایستادیم. گفتن آیا باز می ایستید از نوشیدن؟ یعنی نوشیدن رو بس میکنید؟ گفتن که بس کردیم پروردگار ما بس کردیم. کوچه های مدینه مانند دریا جاری شد، همه برآورده عرق هاشون ریختن. یعنی یک باره حرام نشد. نه از جهت اینکه الله تعالی یک حکم نازل کرد دید که در این قانونی برآوردگیش خطا کرد مانند قانونهای مردم، بعد گفتن که نه قانون تغییر نآمد به مردم ما بعد دیگه قانون نازل کرد. نه، الله تعالی میداند که همین آیت منسوخ میشد، بلکه الله تعالی از ازل میدانست و اینچنین این حادثه ها را 50,000 سال پیش از خلق آسمان و زمین ها نوشت که اول فلان آیت نازل میشد،
سپس بعد فلان مدت فلان آیت نازل شده این آیت را بیکار میکند. خلاصه الله تعالی میگوید که و اذا بدلنا آیه مکان آیه، اگر ما به جای آیت دیگری را نازل کنیم یا آیت را بیکار کنیم حکمش را، بعض آیت ها هم حکمش بیکار میشد هم تلاوتش. بعض آیت ها تلاوتش بیکار میشد ولی حکمش باقی میموند. بعضش عکسش، حکمش بیکار میشه تلاوتش باقی میمونه. مانند همین آیتی که وقتی که به شما به نماز می آید در حالت مستی نآید، این آیت حکمش بیکار شده است، تلاوتش باقی ماندگی است. الله تعالی میگه والله اعلم بما ينزل، الله تعالی داناتر است به آن چیزی که نازل میکنه. الله تعالی میداند کدام آیت کی نازل کند، کدام حکم کی نازل کند، با کدام حکم منسوخ کند، بیکار کند و دیگر آیت نازل کند. والله اعلم بما ينزل، الله تعالی داناتر است به آن چیزی که نازل میکند. این دلالت میکند که قرآن را الله تعالی نازل میکند، میفرارد، کلمه میفرارد از بالا میشود. این دلالت میکند که الله تعالی در بالا هست و قرآن از بالا از نزد الله تعالی فرآمدگی است و قرآن سخن الله تعالی است. قالوا انما انت مفتر، وقتی که الله تعالی آیت اول نازل میکرد بعد بدی چقدر وقت اون آیت بیکار میشد و دیگر آیت میومد، مشرکان عرب میگفتن که تو دروغگوی هستی ای محمد صلی الله علیه وسلم، تو بافنده هستی، یعنی قرآن رو از پیش خودت میبافی. بل اکثرهم لا یعلمون، الله تعالی میگه که بلکه اکثریت این مشرکان عرب نمیدانستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم این خیل کارها رو نمیکنن، نمیدونن، آنها نمیدونن که این قرآن رو الله تعالی تدریجا درجه به درجه به هر یک زمانه و به هر یک مکان موافق به فهم مردم مناسب در وقت خودش نازل میکنه. این را بسیار مردم نمیفهمن، بنابراین حیران میشن که برای چه آیت میبیاد با بدی چه وقت دیگر آیت آمده این آیت بیکار میکند. قل، ای پیامبر صلی الله علیه وسلم برای مردم بگو که نزله روح القدس، این چیزی نیست که من تغییر دهم، چیزی نیست که من این را از نزد خودم بافم. بگو که این را روح القدس نازل کرد. روح القدس یعنی جبرائیل در قرآن با همین لفظ آمدگی است. جبرائیل آمدگی است. قل نزله روح القدس، این صفت های جبریل است. روح یعنی جبریل، قدس پاک، روح پاک. بگو که این رو جبریل نازل کرده است من ربک، از پروردگارت. همین آیه دلالت می‌کند که جبریل از الله تعالی شنویده است، نه از لوح المحفوظ فراورده است. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، در حقیقت جبریل این قرآن را از پروردگارت نازل کرده است. لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین. وقتی که آیت منسوخ میشد و دیگر آیت به جاش میفراید، آنهایی که ایمان آوردن ایمان آنها باز مستحکم میشود و این هدایت و بشارت برای مسلمان ها هست. الله تعالی میگه که ما ننسخ من آیه او ننسیها نأتی بخیر منها، وقتی که ما یا آیت را بیکار میکنیم یا اینکه از منسوخ میکنیم، فراموش میکنیم، نأتی بخیر منها، ما از وی بهترش را میاریم، او مثلها، یا اینکه مثل او را میبیاریم. آنهایی که ایمان آوردن ایمانشون زیاد میشه، در ایمانشون مستحکم میشه و این قرآن هدایت، راهنما و بشارت به مسلمان ها، از مسلمان ها را بشارت میدهد که مقصد به این مصیبت های دنیا، به این غم و غصه های دنیا صبر کنید، انشاءالله عاقبت از آن تقوادارها هست. بشارت میدهد آنهایی که ایمان آوردن و عمل های صالح کردن، خوشخبر میدهد. و الا در این دنیا برای مؤمن زندگی وزنین است. کافرها عرق می نوشند، مواد مخدر استعمال میکنند تا اینکه درد و علم دنیا را نفهمند. الله تعالی میگوید که اگر شما درد علم چشید،
همین درد و علمی که شما میچشید عیناً همین رو کافرها هم دارن. یعنی کافرها شما فکر میکنید که غم و درد و مصیبت و مشکلی دارن آنها. فقط فرقی شما همین که از آنها و ترجون من الله ما لا یرجون، شما از الله تعالی یک چی امید دارید، به امید جنت و به امید دیدار پروردگار هستید، آنها همین امید ندارن. برای همین حرکت میکنن که حس نکنن درد را. بعضی کافرها از سحری بر وقت میگن چی می نوشن تا اینکه یا میخورن مواد مخدر تا اینکه طبعشان خوش باشد و درد و علم دنیا را نفهمن. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. الله تعالی میگوید که ما میدانیم که مشرکان عرب میگویند که به محمد صلی الله علیه وسلم بشر این چیزها را تعلیم میده. یگان آدم هست که اون آدم علم تورات دارد و علم انجیل دارد، آمده به محمد صلی الله علیه وسلم تعلیم میداد. و الا محمد این اخبار گذشتگان و این قصه های مثلا داوود و سلیمان و ایوب و زکریا و عیسی و موسی و اینها از کجا میداند؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، یوسف که پدری آنها هست یهودی ها مثلا، یا درباره آدم و حوا قرآن گپ میزند. محمد صلی الله علیه وسلم شخصیت امی هست، قرائت کرده نمیتواند، نوشته نمیتواند. از کجا این سخنهای بزرگ میگوید؟ برای وی یعلمه بشر، یگان آدم درس میتید. گفتم الله تعالی میگه که ما میدونیم که بعضی مشرکان میگن میگن، بعد الله تعالی رد زد گفت که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، زبانی که به سوی اون زبان میل میکنم اون زبان عجمی هست. یعنی قرآن به زبان عربی نازل شده است، اما تورات و انجیل به زبان عربی نازل نشده است، به زبان عجم نازل شده است. اون معلمی که قرآن را میداند، تورات را میداند و انجیل را میداند و به گفتی شما به محمد صلی الله علیه وسلم تعلیم میدهد، او به زبان اعجمی تعلیم میدهد. اونا به زبان عجمی نازل شدند و قرآن باشد. و هذا لسان عربی مبین، این زبان عربی مبین آشکارا هست. این تمام اهل مکه، کافرانشون، مسلماناشون وقتی که میشنیدن میگفتن که این سخن الله هست، حتی ایمان نآورند هم. و بزرگی قرآن دیگه امکانیت نداشتن که اقرار نشون اقلا در داخل قلباشون. میدانستن که این کلام عادی نیست و اینه به تعلیم گرفتن و 1000 سال خواند که این خیلی سخن نوشته نمیتونید، این خیلی سخن گفته نمیتونید. بنابراین آنها میفهمیدن که این سخن عادی نیست، سخن الله تعالی هست، لیکن میگفتن هرچی که مقصد به محمد یگان کسی تعلیم میداد. خلاصه این آیت دلالت میکند که قرآن از جانب الله تعالی نازل شده است. گفت که نزله روح القدس، جبریل این قرآن را و پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد. و یکی از وصفهای قرآن که این نازل شده است، باز قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است و همین گونه بعض آیات‌هایش به جایش الله تعالی دیگر آیات‌ها را نازل میکرد است که دلالت به آن میکند که قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده است. بعد مصنف رحمت الله علیه به آیات‌های دیگر شروع کردند که آن آیات‌ها اثبات صفت دیدنی پروردگار، دلالت به آن میکند که الله تعالی را در آخرت علل خصوص در جنت دیده می شود. و قوله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، رویها روز قیامت ناظره یعنی درخشان است. خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم نضر الله امرأ گفتن الله تعالی رویش را پر نور و منور کند. آن آدمی که سخن مرا میشنود حفظ میکنه به مردم میرساند. خیلی که شنوید دعا کردن که رویش را پر نور و منور گرداند. یعنی ناظره با حرف ضاد، رویها امروز خرسند درخشان است. وقتی که الله تعالی را میبینید واقعا این خوشبختی و خرسندی که در رو دیده میشه. الله تعالی میگه که رویها، یعنی رویهای مسلمان ها امروز درخشان است،
پرنور و منور است الی ربها ناظره، به سوی پروردگارش نظر کننده است. اینجا ناظره با ضا آمده است، ناظره. حرف ضاد و حرف ضا اینا یک خصوصیت ها دارند، به همدیگر نزدیک هستند، لیکن از همه دشوارترینش ضاد هست. بعضی مردم ضاد تلفظ کردن نمیتونن، دیگه دال میگن میمونن، دی، حرف دی استفاده میبرن. این بین ضاد و بین دا هست، زبان رو به کامی بالا چسبانده بعد تلفظ کرده میشه ضاد. اما ضا زبان رو به یک کنج دندانی بالا رسانیده تلفظ کرده میشد. والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یعنی اینا فرق دارن. وقتی که میشنوید هر دوشم ناظره به گوش میدراید، بنابراین اگر به زبان کریلی نوشته دهید هر دوشم ناظره میشد به تاجیکی، معنا ویران میشه، با حرف زای می نویسم، برای اینکه تاجیکی یک زا دارد. بنابراین قرآن را باید به زبان عربی خواند، نه به زبان کریلی که این حرفا در آن نیست. و همین گونه ترجمه قرآن هم کفایه نمی کند برای فهم درستی قرآن، و بلکه بسیاری ترجمه ها سبب گمراهی مردم میشد. همین بسیاری معلم های و زیایی هایی که خودشون دانا میگیرن، قرآن من 2 بار خواندم، 10 بار خواندم، قرآن این معنای درست نداره، آخه اینا ترجمه خواندن. او ترجمه حتی بعضی علما نهی میکنه از چنین ترجمه ها. ترجمه میخوانید هیچی نمیفهمید، ترجمه میخوانید یگان معنای تأثیرناک، یعنی یگان معنای پرمضمونی ندارد ترجمه ها، علل خصوص ترجمه هایی که به زبان تاجیکی شده است. ترجمه های زبان روسی نسبتاً خوبتر، و بعضی ها میگن که زبان روسی بسیار به زبان عربی وقتی که ترجمه میکنه موافقت میکنه. حتی کلمه هاش هم مثلا 10 کلمه، یک جمله اگر 10 کلمه داشته باشد، ترجمه کنید 10 کلمه که ترجمه میشد، اما به زبان تاجیکی 10 کلمه که ترجمه نمیشد. و یک ترجمه خالی هم برای فهماندن قرآن کفایتی نمی کند. بنابراین خوب میشه که کسی ترجمه کنه باید کمتر تفسیر کند، فهماتر قرآن تفسیر کند، نه ترجمه. خب روی ها به سوی پروردگارش نظر کننده هست. اینجا کلمه ایلا وقتی که با لفظ ایلا آمد، مفسرین میگن که دلالت میکند که این با چشم سر میبینند، پروردگار را امروز میبینند، یعنی با چشم سر. این دلالت میکند که روز قیامت مومین ها الله تعالی را میبینند. و در آیت دیگر علی الارائک ینظرون، و در بالای کت ها نشسته هستند و به سوی پروردگارشان نظر میکنند. در آیت دیگر الله تعالی میگوید که للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای آنهایی که عملهای صالح کردن در این دنیا حسنا، مکافاتشان جنت است. حسنا اگر لغوی ترجمه کنید نیکی، کسی که نیکی کرده است مکافاتش نیکی. خب اون نیکی چی است؟ حدیث تفسیر کرده است که الحسنا جنت است، یعنی معنای حسنا جنت است. برای آنهایی که در این دنیا نیکی کردن، عملهای خوب کردن، ایمان آوردند و عملهای صالح کردن، مکافاتشان جنت است و زیادتون، و زیادتی هست. از جنت هم با چیزی اضافگی است. واقعا دیدن پروردگار اضافه هست، یعنی از جنت بالا می ایستد. برای آنکه زیاده در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاده رو ترجمه کردن، گفتن که زیادت دو دیدن پروردگار است. زیادت در لغت عرب زیادتی، یعنی ما به شما 10,000 سوم آیلیک میدهیم، با زیادتی میدهیم. زیادتی چی است؟ ممکن 1000 سوم، ممکن 100 سوم، ممکن 500 سوم، ممکن یگان چیزی خوردنی یا لباس یا یگان چیزی دیگر. لیکن الله تعالی میگه که ما برای آنهایی که نیکی کردند جنت رو مکافات میدهیم و اضافگی میدهیم، زیادتی میدهیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اون زیادتی دیدن الله تعالی. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که دیدن الله تعالی، لذت دیدن الله تعالی
اگر با لذتی دیگر لذت های جنت اگر قیاس کنیم فرق الله تعالی فرق مخلوقات است. میگم چه خیر؟ برای آنکه در جنت شما از چی لذت میبرید؟ از خوردنی های و میوه های و از آن عسل و از آن دریاهای شیر و از دریاهای عرقی که مست نمیکند و لذت للشاربین، برای نوشنده هاش تند و مزه نیست و شیرین و بامزه هست و خوشمزه هست. و از حورهای جنت و از آن منظره های زیبا و از آن قصرها و از آن زنهای زیبا شما لذت میبرید و اینها همش مخلوق است. حوری جنت مخلوق است، قصرهای جنت مخلوق است، جنت مخلوق است، میوه های جنت مخلوق است، لیکن الله تعالی خالق است. شما از خالق لذت میبرید وقتی که نظر به پروردگار میکنید. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که در دنیا هم کسی لذت به قصرش میبرد و لذت به مرکبی فاخرش میکند و با لباسش و با زنهاش و با کودکاش و با پول و مالش و با منصب و وظیفش، اینا همش مخلوق است. اما کسی که لذت عبادت را اگر چشد، لذت یگانه پرستی الله تعالی را چشد، لذت شناخت و معرفت الله تعالی را با نامها و صفتهایش داند، لذت علم الله تعالی را شناسد، علم ربانی را، فرق لذت دین که از الله تعالی سرچشمه میگیرد و فرق لذت دنیا را میرود که فرقش بین زمین و آسمان است. همین لذت بود که بعضی علما چشیدن مانند شیخ الاسلام تیمیه. بنابراین نه زندان و نه بیرون زندان و نه بیزنی و نه اون خانه های خالی و نه اون طعام های خشک خالی فرق نمیکرد برایشون. برای اینکه اونا لذت ایمان و لذت عمل صالح را که میچشیدن، این دیگر لذت ها در نظرشون نمیتافت و مصیبت های دنیا هم برایشون سبک بود، برای اینکه آنها در داخلی لذت قرار داشتند. خلاصه این آیت دلالت میکند که اهل جنت الله تعالی را میبیند. در مجموع فتاوا هم شیخ الاسلام از بعض کتاب‌های حدیث نقل کردند که روزی جمعه مردم الله تعالی را میبیند و نزدیکترین آنها به الله تعالی، نزدیکترین آنها روزی جمعه به امام گفتند. و امام اگر در روز جمعه خطبه جمعه نصیحت و پند گوید و امامی به تقوا باشد و سخنهاش سخنهای الله و رسول باشد و سخنهایی که از سخنهای الله و رسول گرفته شده باشد، انسان یک با روحیه بلند از نماز جمعه برمیگرد، از جاش میخیزد، حس میکند که گناهاش بخشیده شد، توبه نکرده، در همین مدت هفته گناه کرد. وقتی که به نماز جمعه آمد سبحان الله یک نوع پند و نصیحت از قرآن و سنت را شنید، حس میکند که گناهاش بخشیده شد، سبک میشد، حس میکند و ایمانش هم زیاد شده شه، حس میکند، لذت میبرد. شما اکو تصور کنید که علال خصوص اگر در جمعه سخنی نو شنوید، سخنی که تا امروزه نشنیدید، سخنهای با تاثیر، سخنهای نو، استنباطهای نو باشد، اکو شما تصور کنید که همین سخنها را شما از الله تعالی خودش میشنوید، تا امروز در دنیا به واسطه بندگانش میشنیدید سخن الله تعالی را. امروز در جنت شما از الله تعالی میشنوید، لیکن سخنی نو میشنوید، سخنی نو میشنوید و سخنها بعضی چیزایی که حکمتاش نمیفهمیدید در دنیا امروز حکمتاش میفهمید. بنابراین برای آنهایی که عملهای صالح کردند و ایمان آوردند جنت است و زیادتی هست که این دیدنی پروردگار است. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. در آیت دیگری الله تعالی گفت که برای اهل جنت هر چیزی که میخواهند ما مهیا میکنیم، ولدینا مزید، و باز در نزد ما زیادتی هست. یعنی زیادتی چی است؟ دیدنی پروردگار است. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و هذا الباب فی کتاب الله کثیر
این باب در قرآن کریم در کتاب الله تعالی بسیار است گفتن. یعنی اگر خواهی که الله تعالی را خیلی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف میکند، خواهی که از قرآن پیدا کنی، در قرآن بسیار است. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبین له طریق الحق. کسی که قرآن را تدبر کند، تفکر کند، قرآن همین خیلی میخواند، زبانش تلاوت میکند، فکرش در کجا هست نمیفهمد قرآن. بنابراین الله تعالی که این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ناشئة اللیل، انسان یک بار خواب میکند شب بعد خفتن یا بعد آن، در اولی شب یا در قسم دومی شب خواب میکند، بعد اینکه یک قسمی از شب خواب میکند راحتی خود را میگیرد و بعد بیدار میشد، همین ناشئة اللیل میگه. این ناشئة اللیل، ناشئة اللیل یعنی شما در شب دوباره خستید. قیام اللیل حقیقی همین خیل میشد، نه اینکه انسان پر شب خواب نرود و بعد تهجد خواند، اون لذت ندارد. او از در آخر شب الکی وقتی خوابش نزدیک شدگی است به یک عذاب و بدون راحت نماز تهجد میخواند. لیکن کسی که خواب کرده است، خیلی که الله تعالی تعریف کرد تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قفاهاشان، تخت پشتانشان از جایگاه ها برداشته میشد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا. تخت پشت آنها از جایگاه ها برداشته می شود. الله تعالی را در نصف شب در نماز تهجد دعا میکنن، عبادت میکنن، از رحمت الله تعالی امیدوار میشوند و از غضب الله تعالی میترسن. الله تعالی ثنا گفت به آنهایی که خواب میکنند و بعد میخیزند. بنابراین قیام اللیل نامیده شده است، خیستن شب. الله تعالی در سوره مزمل گفت که این ناشئة اللیل، وقتی که انسان خواب میکنه بعد خیسته قرائت قرآن میکند، هی اشد وطئا و اقوم قیلا. در این حالت وقتی که قرائت میکند اشد وطئا یعنی گفتی زبان و فهم قلب به هم موافقت می. از همه حالتی که انسان قرآن تلاوت میکند و قلبش میفهمد، این همون وقتی آخری شب است، وقتی تهجد است که انسان قرآن تلاوت میکند و قلبش با اون چیزی که زبانش تلاوت میکند موافقت میکند، میفهمد. خلاصه یعنی در آن وقت تدبر بسیار میشد و ما وظیفه دار هستیم که تدبر کنیم، قرآن را تفکر کنیم، تأمل کنیم. الله تعالی ما را به این ترغیب کرده است. افلا آیا قرآن را تدبر نمی کنند، تفکر نمی کنند؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا قرآن را تدبر نمی کنند؟ استفهام انکار یعنی سرزنش. افلا یتدبرون القرآن، مگر قرآن را تدبر نمی کنند این مردم؟ ام علی قلوب اقفالها، یا در قلب آنها قلف ها هست نمی فهمند. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب است، قرآن کریم. ما این رو نازل کردیم به سوی تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. این قرآن مبارک است. ما برای چی نازل کردیم؟ لیدبروا آیاته، تا اینکه آیات های این رو تفکر کنند، تأمل کنند، در معناهای این قرآن فکر کنند، بزرگی عظمت قرآن رو تأمل کنند و صاحبان عقل، آنهایی که عقل دارن، از این قرآن پند گیرند. خلاصه شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که من تدبر القرآن، کسی که قرآن رو تدبر کند، طالبا للهدى، مقصدش راهی راسته یافتن. مقصد اینه که پیری من راست گوید، پیری من درست گفته باشد. مقصد این نباشد که مذهبی که تا امروز من خواندم همین باید درست باشد. نه، طالبا للهدى، مقصد همین که من راه راست را می جویم. غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر همه خطا کردنش ممکن است. پیر و استادان شما خطا کردنش ممکن است. بنابراین شما
از قرآن رو تدبر کنید با مقصد دریافتی راهی راست. تبین له طریق الهدی. اگر کسی با همین مقصد تدبر کند، در قرآن جستجو کند، راه حق برای او بیان میگردد، معلوم میشود، عقیده درست را میفهمد. میگویند شیخ الاسلام. ببینید ابوالحسن اشعری در آخر حیاتش از اعتقادش گشت و اهل سنت و جماعت به تهمت نیاز ندارد که گوییم که مقصد همین ابوالحسن اشعری از عقیدش نگشت. گوییم ابوالحسن اشعری از عقیده اشعری که امروز مردم اشعری دارای آن عقیده است، از آن عقیده گشتگی هست. در آخر حیاتش دیگر کتاب نویس ابانه و درباره اعتقاد اهل حدیث کتاب نویست. عیناً عقیده سلفی صالح، عیناً عقیده شیخ الاسلام تیمیه از عقیدش برگشت. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که ابوالحسن اشعری از ابن حزم ظاهری بهتر است، گشت از عقیدش پیش از وفاتش، کتاب هم نوشت. اشعری ها میگن که این سخن را مقصد مردم سلف در حق در حق شیخ الاسلام تیمیه، در حق ابوالحسن اشعری تهمت میکنن. میگن چی جایی تهمت؟ برای اهل سنت حاجت بگذاره امام ابوالحسن اشعری در اما عقیدش وفات کرده باشد، دین اسلام حاجت ندارد. یا بعضی ها میگن که ابو حنیفه تهمت میزنن، ابو حنیفه این عقیده ها را نداشت. میگن یعنی امام ابو حنیفه الله در بالای عرش نمیگفت. میگن بعضی ماتوریدی ها این را تهمت میکنن. چی جای تهمت؟ اگر بگذار رفت و امام ابو حنیفه در همین مسئله غلط کرده باشنم، حاجت ندارد که مثال تهمت کنیم ابو حنیفه گشت گفته تهمت. ابو حنیفه مثال در عقیده اشعری ها نبود. آخه امام ابو حنیفه زمان زندگی کردن که اشعری نبود. امام ابو حنیفه در مذهبی سلف بود. گوییم بعضا میگن که تهمت است. امام ابو حنیفه سلف بود، دیگه چیکار کنیم؟ شاگرد انس بودن. اگر رفت و تابعین نگوییم هم تبع تابعین هستند، یعنی خواهی نخواهی امام ابو حنیفه سلف هستند و در عقیده سلف بودن. برای چی ما مجبور میشیم که تهمت کنیم امام ابو حنیفه را؟ و رفت و اگر امام ابو حنیفه در عقیده باطل باشنم، یعنی اهل سنت و جماعت تهمت کرده نه امام ابو حنیفه در عقیده سلف بود، نمیگوید، حاجت ندارد. آنچه اهل سنت و جماعت علم مصطلح الحدیث دارد، خبرها را صحیح و درستش را جدا میکند، به کسی تهمت نمیکند. اگر رفت ابوالحسن اشعری در عقیده اشعریگی خودش وفات کرده باشد، حاجت ندارد اهل سنت و جماعت که وی تهمت کند و برگشت از عقیدش کند. آخر برگشت واقعا کتاب نویس، کتاب سند دارد، شاگرداش روایت کردند. بنابراین برادرایی که مثلا عقیده اشعری تعلیم گرفتید، عقیده ماتوریدی تعلیم گرفتید، شما از الله تعالی راهی هدایت طلب کنید. همه باید از الله تعالی اهدینا الصراط المستقیم، فقط با اخلاص پروردگار ما رو برای راست هدایت کن. آن چیزی که در نزد تو صحیح هست ما رو به همان هدایت کن. آن اعتقادی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن ما رو به همان هدایت کن و قرآن با همین فکر تدبر کند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که راه حق را درست میفهمد. یعنی در این صورت چرا حقیقت برای او معلوم میشود. میگن سپس سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را تفسیر میکند و بیان میکند و به قرآن دلالت میکند و تعبر عنه، قرآن را وسیع‌تر و فهماتر بیان میکند. یعنی در صحبت آینده انشاءالله درباره آن حدیث هایی که شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه از حدیث ها نقل کردند که آن حدیث ها الله تعالی را وصف میکند، در درس آینده انشاءالله
به حدیث میگذاریم. فقط حدیث میبیارن که آن حدیث وصف الله سبحانه و تعالی را میکند. تا امروز هر چیزی آوردن فقط از آیت قرآن بود. فقط در همین عباره آخر گفتن که سپس بعد اینکه ما الله تعالی را با واسطه قرآن میشناسیم، هر وصفی که الله تعالی خود را در قرآن وصف کرده است ما آن را میگوییم، همین گونه بعد قرآن سپس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. تفسر القرآن، حدیث قرآن را تفسیر میکند و بیان میکنه، مجمل های قرآن را بیان میکنه. مجمل چی است؟ الله تعالی نماز خوان گفت، لیکن نگفت که چه خیل تکبیری تحریمه، با سلام نماز تمام میشد، رکوع دارد، سجده دارد، الحمد میخوانی، مثلا سوره زم میکنی، التحیات میخوانی، صلوات میخوانی، اینا رو سنت بیان کرد. یا الله تعالی زکات دهید گفت، از 40 گوسفند یک گوسفند، اینا رو سنت بیان کرد. تدل علیه، حدیث دلالت به قرآن میکند، قرآن رو میفهماند و تعبیر عنه، قرآن را وسیع‌تر، فهماتر برای مردم بیان میکند. انشاءالله درس آینده در عقیده واسطه رو انشاءالله دوام میدیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.